And even if your hands are tied, no one can shut your mind. Even if your hands are tied. منیژه ماهی می ترانه نوش را با نام نور شم معرفی کرد. آن به زبان انگلیسی است. منیژه برای مخالفتش به جنگ روسیه در اوکراین با فشار و محدودیت‌ها روبرو شد و از حق آوازخوانی در صحنه‌های هنر در روسیه محروم گردید. It means a lot, when you are living under this. این آهنگ برای من معناهای زیاد دارد. وقتی شما 24 ساعت در روز زیر فشار هستید و باوری احساس خوشبختی و نهایت خودتان را گویا از دست می دهید، این امید مهم است. این آهنگ را برای آن نوشتم که خود را فراموش نکنم که کی بودم، پیش از جنگ چی کسی بودم. وقتی این معرکه سیاه‌کنی سر شد، وقتی این مرحله برای جهان دهشتناک آمد، در کجا بودم؟ مهم است که این را فراموش نکنیم. منیژه 32 ساله شرکتدار آخرین آزمون با نفوذ یورویژن از روسیه در سال 2021 است. او اخیراً برای پشتیبانی از تاجیکان در پی حادثه های کراکوس مورد حمله های اینترنتی و تحقیر و توهین قرار گرفت، ولی راه او به صحنه های خارجی هم چندان هموار نیست. پیش از جنگ من سیمای برندهای زیاده بودم، درست؟ به خاطر تحریم و شناسنامه روسیه هم آنها همکاری را با من بس کردند، اگرچند میدانند که من موقع ضد جنگی دارم. این هم یک درد علاوه شد، چون که من نمیفهمم که چرا مردم ما را برای شهروندی امان بها میدهند. این عادلانه نیست. منیژه تلاش دارد که برنامه نوی کنسرتی خود را در کشورهای خارجی برپا کند. آرزوی من چیست؟ نه، من آدمان را حمایت و یا نجات دادن نمیتوانم. من ابله نیستم. میفهمم که این کار از دست من نمی آید، ولی من میتوانم به دیگران یک الهام ببخشم که همه این حادثه ها را با دل صاف و پر از امید پشت سر کنند. منیژه سنگین آوازخوان تاجیک است که در خردسالی با عائله‌اش در روسیه مهاجر شد و سال 2020 سفیر حسن نیت سازمان ملل در امور پناهندگان انتخاب گردید.